مسافر هر کجا باشد وطن را دوست می‌دارد. خب سلام مجدد دوستای عزیز، ما آمدیم در حوزه علمیه، حوزه‌ای که در پشت بازار ساخته شده، چند اتاق تکمیل شده دیگه. از طلبام کس از او طرف از حوزه قبلی که در سرچال بود آمده اینجا و تدریس هم فعلا همی که درس میده استادا کل زمین درس میده. به خاطر من می‌خواستم که با این از این چی گزارش بگیرم و خب خود حوزه دیگه اینی چیه که او بلده آب شیشه ها که بلده آب میشه دیگه. یعنی درختانی هست که این سال کشت کرده، بعضیاش هم خشک شده و بعضیاش هم دیگه متمنده. بریم دیگه. خب بریم داخل دیگه. بیام دیگه داخل خودی اتاق صد. یا الله بریم. یا الله سلام علیکم. سلام علیکم استاد. خوبی؟ بخیر؟ سلامتی؟ جور بخیر؟ سلامت باشی، جور باشی. خب دوستا، استاد اعتمادی که همینجا یک از استادهای از این حوزه فعلا دمین درس میده. خب ما قبلا همراهش صحبت کردم و همراه این میگفته همکاری نون که خود از این حوزه در مورد خود از این حوزه و کی هزینه کده پول را و چقدر چند مدت میشه که این شاگرد آمده و تدریس چند مدت میشه که همین جریان داره همراه ما صحبت نسال. استاد خب در مورد از خود حوزه اگر راحت استاد بشی راحت. بسم الله الرحمن الرحیم. اول بسیار از شما زیاد تشکر اونم که بالاخره علی محمد از ما خبر گرفتی. از جد بسیار است و خوش است و تشکر اونم. این مدرسه را خدا خیرش بده بچه آجی محمد علی قلپاینده. او یک مقدار واجبات از پدرش کردنش بود از زکات و سهم اینا. گفت که ما میخوایم بنای خیری درست بکنم. با ما مشوره کرد، اولین بار با ما مشوره کرد که همه چی نظر داریم. ما میخوایم که بالاخره حوزه هم اینجا نزدیکای بازار دوست بشه که مردم دستگیش بیشتر باشد. باز ما گفتیم بسیار تصمیم خوبی است. 15 لک کلا رو گفت که ما مصرف کنم دیری راستا میدیم. باز ما گفتیم بسیار خوب است این کار، اقدام کن. بعد می شد که دنبال ټیکدار گشتیم و ټیکداری که سقف بزنه و ستونای زیر علم بکنه. حسینی از دادی و اعلان آمادگی کرد که ما می کار مونم و اینجا کارم کرده بودم. مسجد جامعه درست کرده، گرچه خیلی خوب درست نکرده بود، یک مقدار کارش ایرادم داشت. واسه به هر صورت چون سقف زن در این ملک پیدا نمیشد بازور ما طلب کردیم. آقای رحمی مخالف زی بود که نباید اینجا حوزه بیه و خیلی از شیخ‌های دیگر هم مخالف بود، مخصوصا کسایی که هوادار آقای کریمی بودن. میگفته که این مدرسه که آقای کریمی درست کرده خلاصه این مدرسه دیگه هیچ میشه. باز ما برخلاف میگفتیم نه این پروا نداره، اون مدرسه در واقع انتقال میدیم در اینجا. مؤسس آقای کریمی اشکال نداره، خود یک تعمیر نو درست میکنیم. مدرسه بعد مدرسه عصری درست بشه. باز مدرسه قدیمی خلاصه بسیار قدیمی شده و بسیار از رده خارج است، کنه شده، فرسوده شده دیگه. یک طرفه هم است. او زمان که بازار نبود که آقای کریمی این مدرسه در اونجا درست کرده بود. حالا بازار کشته. خب مداری سالی حوزه های علمیه در تمام جا در شهرها است، در یک شاخ کوک نیست، در یک دره نیست. ما گفتیم باید اینجا باشد که مردم میتونه خوب ترس کنه و از ما هم راحت تر میشیم. یک چیز اگر نیاز میشه بازار نزدیک است میتونیم بیاریم و وجوهات اگر میدیم دکاندارا میدن آستر میتونیم بیاریم. بعد آقای رحیمی هم موافقت خود اعلان کرد، گفت ما موافق هستیم. اون شد که قرارداد نوشته دی این سقف زده شد. خلاصه دیوارایش هم چینده شد، دیوارایش خشت خام و خشت پخته. طرفای بیرون خشت پخته بود، بینش هم خشت خام. وازنی کار شد اون سال اول دیگه. در پنجره زیمند و تمیز چیزش خلاصه کاگلی سنگلی چیزایش مانده. خلاصه
بازینی کارش تعطیل شد دیگه، بودجه تمام شد دیگه. آقای رحیمی هم مثل که دیگه پول به دست آوردن نتونست، کار از تعطیل شد. 1-2 سالم کار از تعطیل من. بعد یک مقدار پیسه دیگری بود که دست آقای رحیمی بود، پس ما مورا باعث شدیم که مورا اینجا مصرف کو. اول در او هم مخالف بود، ما گفت که بالاخره در او کمک کننده ها مخالفت میکنه. باز ما گفتم نه خو خیره، کمک کننده ها اونا البته بچه است، جوان هستن، نمیفهمن که فایدهش چی است، تو اینجا مصرف کوی نفش به اونا میرسه. اونو بعد از 2 سال معطلی یا نزدیک 3 سال بازنی دوباره این کار را بنده خدا آقای رحیمی شروع کرد، این تکمیل کرد دیگه. اینی که تکمیل شد از بهار تا هنوز ما در اینجا هستم و یک تعداد از طلبا هم اینجا است و درس‌ها بیشتر هم اینجا گفته میشه، چون طلبای فعلی که است درس‌های صنفی هم میخونه، مکتب صنفی هم نزدیک بازار است، این نزدیک دیگه از مکتب صنفی که خلاص شد من اینجا یک چای مخرن بعد از درسایش گفته میشه. اون یک 6-7 نفر هم اینجا شبانه میمونه و بعد بقیش هم تا هنوز در اون مدرسه مره. تا حال در اون مدرسه هست نه؟ است تا هنوز در اون مدرسه است، حدود 20 نفر شبانه، اینجا 7-8 نفر شبانه که نزدیک 30 نفر شبانه داریم لیلیه، دیگه 15-16 نفر هم روزانه است نهاریه اونا شواد خانه خمره. خب استاد اگه میشه بری مکتب میرو خود نشان بده که چی اتاقایش را همه تو بری با هم دیگر. این اتاق اول است که فعلا جای استادا است، اینجا سکونت هست و خود از من اینجا درس میدم. از 3 اتاق دیگر ساخته شده. این رارا یا ساریش هست، خانهش هست، اینجا ساخته خانهش اینجا نگاه کنید. این اتاق شماره 2 است که اتاق مسکونی طلبه است. اتاق مسکونی طلبه خود امزی اتاق فعلا هست دیگه؟ این اتاق طلبه است، شبانه اینجا است. خب صحیح است. مسکونیه. خب چند اتاق پوره فعلا هست؟ فعلا این یک اتاق شبانه است، به خاطر که تا هنوز اما آشپزخانه ای که بناست درست بکنیم و تا هنوز تکمیل نشده، کلی طلبه را آوردن نتونستیم. خب دیگه این اتاقا تکمیل است، تکمیل این اتاق شماره 3 است. اینجا آشپزخانه هست نه؟ این شماره 3 بود ها؟ این شماره 3 است که فعلا استاد محمدی اینجا روزا درس میده، روزا طلبه است و شبها نیست. خب داخل از این طلبه هم روزانه هست؟ روزانه است، اینجا درسش گفته میشه، بعد شبانه میره در اومده. خب استاد محمدی در این اتاق تدریس میکنه دیگه. خب 2 دانه آشپزخانه فکر کنم همین داخل از این هست دیگه نه؟ ما بسیار کوچیک است که برای یک اتاق میتونه کافی باشه. آشپزخانه اینجا. آره آشپزخانه. من دیگه این اتاق شماره 4 اینجا آقای یوسفی درس میده. خب روزا فرمانه هم اینجا آقای یوسفی درس میده، میتونید شما نگاه کنید. این اتاق تدریس دیگه، درس میده دیگه. طلبه ها اینجا خونیه دیگه. نه شبانه اینجا نیست. خب خلاص. در آینده شبانه اینجا خود طلبه باشد ما مجبور هستیم در سال در مسجد جامع بکشیم. خب در کل این اتاقا بلدی طلبه ساخته شده دیگه. طلبه ساخته. ولی خب واسه. خب بریم بیرون دیگه. دیگه دروازه ساخته شده. یک دروازه از اینجا. خب 2 دروازه دیگه از هر 2 طرف. این طرف است و راپیل شدید گذاشته است برای اینکه دم خیر دیگر گرفت و پیدا شود طبقه دیگر هم برای اینکه ساختش دیگه مشکل مدرسه و مشکل اتاق خواب شاگردا برطرف میشه. خب نه رموت گذاشته اگر بودجه پیدا شد بله باز طبقه دوم از این هم بسازه. خب دیگه استاد این یک دپندوی از این هیچ برای چی هست؟ اونمو رو آشپزخانه عمومی اونمو رو ساخته میگیم. باز آشپز بگیریم اونم اینجا دیگ شو و چای شو
باز این اتاق دیگه، این اتاقای آشپزخانه چون ما چوب استفاده نه دود نه گفتیم این اتاقا تمیز میمونه سیانه شو بازیش پروا نداره ایره سیاه شده مشکل نداره هنوز تکمیل نشده دیگه در دست کار است. خب تا میخواییم انباری باشد که این مواد خوراکی شغل را اونجا باشد. این اتاق آشپزخانه باشد که اینجا چون چوز چه استفاده میشه نه دود میشه باز اونجا دیگه سیاه منه حیف است. اینجا اگر سیاه شدم پروا نداره. خب یه چون از چوب زیاد استفاده نمی‌کنی یک نه دو آشپزخانه بود دارن نه؟ آره اونجا دیگه آشپزخانه اگر رفت از گاز استفاده کنی میشه استفاده کنی ولی از چوب کوچیک کوچیک است دیگه نمیشه که بره آشپزخانه است درست بکنیم که چوب استفاده کنیم. یک چیزی که فعلا هنوز کمبود است تشناب نداره. حمام داره و تشناب نداره فعلا. ما تشناب مسجد جامع فاصله داره دیگه دور است از او استفاده میکنیم. روزها خوب است خوشحال. خب استاد بسیار زیاد تشکر دیگه. سلامت باشی زیاد جان. بسیار لطف کردی از ما خبر گرفتی. سلامت باشی. خوش آمدی. اگه دوستایی که میبینن خلاصه این ویدیو رو تماشا نمو به همه‌ش سلام میگی به همه قومای گل قومای دوست داشتنی و همه برادرایی که رسایل منه و کسایی که علم دوست هستن و طرفدار علوم دینی هستن به همه شما سلام زیاد تقدیم منی. خداوند برای همه توفیق بده که بتونه خلاصه یک منبع خیری یک منشأ خیری در اینجا بشه. اونطور گفته است که مسافر هر کجا باشد وطن را دوست می‌دارد و بالاخره وطن باید آباد کنه. این خودش یک نوع آبادی است. یک ساختمان پخته اینجا که ساخته میشه خودش یک نوع آبادی است. یک سهولت بلکه خود طلبه است برای طلبه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.